هی گایز چطورین؟ امروز روز دوم 75 روز سخته. دیروز رو من ولاگ نگرفتم چون که اتفاق خیلی خاصی نیفتاد. دیروز شنبه بود و روز آف من از ورزش کردن و این چیزا بود. امروز باید ورزش کنم که احتمالاً یه نیم ساعتی ورزش کنم و از همه مهمتر من باید یه نیم ساعت دیگه برم دندون پزشکی و 3 تا دندون پر کنم. 3 تا دندون، اون همش هم این بره و پر کنم و اینها. اوضاع دندونا خرابه، قراره بریم درستشون کنیم، خوشگلشون کنیم و اینکه به عنوان کسی که از دندون پزشکی متنفره اصلا خوشحال نیستم از کاری که قراره انجام بدم، اما خب ترجیح میدم تا وقتی تو مرحله پر کردنه برم درستشون کنم که بعداً به عصب کشی و این داستانا نرسه. اون مطمئنم خیلی سخت داره. کتاب اسکیزو رو شروع کردم، دیشب شروعش کردم. قرار بود حداقل 5 صفحه بخونم در طول روز، ولی خیلی کتابش جذاب بود و 4 فصل خوندم. البته فصلاش 3-4 صفحه‌ای هن، ولی خب واقعا جذاب بود. من خیلی خوشم اومد. استارتش خیلی قوی بود کتاب و خوبیش اینه که خیلی کتاب قطوری نیست، روون میره جلو. کلا میخوام اینو بگم و حالا تمامش که کردم حتما نظر نهاییمو بهتون میگم راجبش. واسه رژیم هم تصمیم گرفتم که همون کالری شماری با کرفس رو ادامه بدم. واقعا اعصاب رژیم زیر نظر دکتر تغذیه داشتن ندارم و به نظرم با همون کالری شماری خیلی بهتر میتونم پیش برم. فردا هم مهمون دارم، سارا قراره بیاد پیشم، همونی که توی ولاگ کریسمس دیدینش. و اینکه امروز باید یه خورده خونه داری کنیم، تمیز کنیم و حتی تمیز هست، فقط باید یه خورده این ریخت و پاشای سطحی رو جمع کنم که خونه در گل و برگل باشه. سارا که میاد همه چی مرتب باشه. من باید برم اول داروخونه مسکن بگیرم چون قطعا امشب با مسکن فقط میتونم بخوابم. بعد از پر کردن 3 تا دندون یه مقدار خوراکی بگیرم برای فردا، دندونامو درست کنم، برگردم استراحت کنم یکم، ورزش کنم و کتابمو بخونم. خیلی کار داریم امروز. استرس دارم. از دندون پزشکی خوشم نمیاد. رسیدیم. پیشی سلام. او خدا جونم عشقم. وای جونم مامانم. چی شده؟ کی به قشنگم چیزی گفت؟ ای خدا تو خیلی نازی، تو خیلی خوشگلی جون. وای خدا. میو اون لاچی میخوای
جانم کجا؟ جون کی به پیشیمون چیزی گفت؟ کی به خرمون گفت یابو؟ Hey guys چطورین؟ امروز سه‌شنبه است و من الان آماده شدم که برم تراپی. منتها هیچی آرایش نکردم چون احتمال گریه کردن وجود داره. من نمیخوام با آرایش خراب شده بیام بیرون از اونجا. ترجیح میدم کلا هیچی رو صورتم نباشه وقتی میرم تراپی. و اینکه دیروزا من فیلم نگرفتم اما همه کارا و تسکای 75 روز سخت رو انجام دادم و راجع به کتاب بهتون بگم. کتاب اسکیزو واقعا کتاب جذابیه، یعنی تا فصل 18ش خوندم. خیلی سریعتر و روونتر از اون چیزی که من فکر میکردم بود. خیلی خوب داستان پردازی شده بود. جایی که مثلا هر کدوم از قسمت های سرنوشته اون یارو منظورم کاراکتر اصلیه، کاراکتر اصلی و نویسنده توضیح میداد خیلی بجا و مثلا شسته رفته بود. یعنی مثلا الکی چیزی رو کش نمیداد، سرسری هم رد نمیشد. جالب بود به نظر من. و اینکه آره حالا دارم میخونمش. کلا فکر کنم 40 خورده ای فصله. من الان فصل 19 رو باید بخونم و ادامه بدم و اینا. بعد باید کم کم را بیفتم برم یه چند دقیقه دیگه برم تراپی. دوباره دارم به شک میفتم واسه رژیم غذایی. میدونین چیه؟ رژیمی که دکترهای تغذیه میدن غذاهای درست کردنی زیاد داره، یعنی غذای آماده سردستی فلان تو توش پیدا نمی کنی به جز دکتر کرمانی. حالا نمیدونم، اگه شما مثلا تجربه دکتر روستایی یا دکتر کرمانی رو دارین واسه من بنویسین که مثلا کدومش بهتره، کدومو انجام بدم، کدومو بگیرم و اینا. فکر میکنم طبق صحبتایی که با مامانم داشتم سری آخر، فکر میکنم از یه دکتر تغذیه رژیم بگیرم فکر خوبی باشه. حالا شما هم نظرتون رو بهم بگین ببینین چی میشه. خیلی واسه کریسمس هیجان زدم. ببخشید بچه همسایه داشت جیغ میزد. خیلی واسه کریسمس هیجان زدم. نزدیک کریسمس همه جا مثلا درختا و تزیینات و اینا گذاشتن که خیلی خوشگله. منم عاشق کریسمسم. و اینکه دیروز بالاخره بارون اومد، یه خورده آسمون تمیز شد. البته خیلی نه، هنوز جا داشت ولی خب باز بهتر از اون چیزی که قبلا بود. و اینکه بریم بیرون ایشالا که نفسمون در بیاد. من که لباس خنک تابستونی پوشیدم. من به شدت بدگرمام و شور عرق میکنم وقتی لباس گرم میپوشم و چون از اینجا بلافاصله قراره سوار ماشین بشم، بعد برم توی کلینیک پیاده شم، یعنی دم کلینیک پیاده شم، توی کلینیک باشم، دوباره سوار ماشین شم برگردم خونه، لباس سبک پوشیدم که اذیت نشم.